چرا به نماز صبح بیدار نمیشی؟ بعضی مواقع کار مهمی داشته باشی و کار مهم خود بیدار میشی، اما به نماز صبح سستی و کسلی و تنبلی تو باعث میشه که حتی نماز صبح را ترک کنی. میدونین علتش در کجا هست؟ علتش فقط یک چیز است، او این هست که ارزش به نماز صبح قائل نیستی. کار که برات ارزش داره، برات مهم هست، شب تصمیم میگیری، نیت میکنی، میخوابی، صبح بیدار میشی به هر تایمی که بخوای. اما بسیار ما خواب میکنیم به نیت نماز صبح خواب نمیکنیم، بسیار ما خواب میکنیم با فکر نماز صبح خواب نمیکنیم. به این خاطر نماز صبح از پیش ما میره و این فضیلت بزرگ را از دست میده. میفهمیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید 2 رکعت نماز صبح از دنیا و آنچه که در دنیا هست بهتر هست. پس نماز صبح خود را ترک نکنید، به نیت نماز صبح خواب کنید. قسمی که یک کار مهم فردا داشته باشید و اون نیت وقتی بخوابی الله متعال نماز صبح را نصیبت میگرداند. پس ارزش بدهید به نمازهایتان تا باشد که الله متعال خوشحالی دنیا و آخرت نصیب شما بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.